الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله سبحانه وتعالى از آنجایی که بر بندگان مهربان هست و صاحب فضل و صاحب لطف و کرم هست، برای تربیت جسمانی بندگان و نیازهای مادی و نیازهای دنیوی هم برنامه ریزی فرموده است. برنامه ریزی بسیار دقیق، برنامه ریزی بسیار وسیع و برنامه ریزی بسیار فراگیر. از آنجایی که خالق انسان و همه موجودات الله است، همه نیازهای بشر میداند که بشر در بعد زندگی دنیا و بشر در بعد مادیات به چه چیزی نیاز داره و دقیق برنامه الله، مستحکم برنامه الله بسیار ریز برنامه ریزی کرده است و چنان برنامه ریزی دقیق که صاحبان عقل و صاحبان هوش و دانشمندان و کارشناسان و متخصصان حیرانند به برنامه ریزی دقیق الله رب العزت، به دقت نظر فروردگار، به ذره بینی فروردگار، چگونه الله هر چیزی را دیده که نیاز بشر هست و ضرورت بشر در جسمش و خارج از جسمش. لہذا خود جسم یکی از آیات بزرگ الله تعالی هست و نشانی عظیم الله بس برای انسان که به نگاه به بدنش می اندازد، به اعضای بدنش که هر عضو چه کاری را داره انجام میده که نیاز ماست. هر عضو از اعضا یک کار را انجام میده، با ظرافت انجام میده، با دقت انجام میده، مستحکم انجام میده. همین جسم بس برای آن که انسان به وحدانیت الله ایمان بیاورد، انسان اعتراف کنه نعمتهای پروردگارا. همین سر که سر بدن ما هست، مغز که در سر
قرار دارن، در این استخوان قرار دارن، با چه نظامه، با چه ترتیبه و بدن هر جایش تمام بدن این سر مغزه که فرماندهی میکنه و اگر ضربه بخوره گاهی یکی از اعضا جای از کار میفته و دچار اختلال میشه. همین بس برای ایمان به وحدانیت الله، به دقت نظر فروردگار و به برنامه ریزی دقیق انسان. و عزیزان همین طور برای رزق و روزی و معاش و زندگی انسان چنان الله برنامه ریزی کرده است که عقل حیران، عاقلان حیرانند، هوشمندان حیرانند که این چه عالمه، چه جهانه و چه برنامه دقیق است که الله برای تربیت جسم ما، راحت جسم ما، همه نیازهای جسمی ما را، بدنی ما را، زندگی ما را الله برآورده کرده است. به چه غذاهای نیازه، هر غذای چه کاری را در بدن ما انجام میده این الله فراهم کرده. مریض بشی به چه دوای نیازه، همه این دواها را الله برآورده کرده. گرچه امروز بسیاری از مریضی ها لا علاج در جامعه، اما معتقدیم که علاج اینها موجوده. چرا که این مقوله که لکل داء دواء، مقوله برحقی است، برای همه مریضی ها الله تعالی علاج تدارک میده، دوا آماده ساخته است. اما این نقص از مایه و ناتوانی از بشره که بشر نتوانسته دوای صحیح مریضی ها را پیدا میکنه. اعتقاد داریم که آینده همه مریضی ها دواش را بشر پیدا خواهد کرد. ممکنه مریضی جدید بیاید و مدت های مدید مطالعه و کارشناسی بکنن و تجربه بکنن تا بتوانن برای او دوای پیدا بکنن. همین به همین نحو الله سبحانه و تعالی برای تربیت معنوی انسان، برای ساختن انسان، برای آنکه انسان به وارستگی برسه، انسان به پاکی برسه، به طهارت برسه، طهارت روحی و اعتقادی و اخلاقی و جسمی و معنوی برسه، الله سبحانه و تعالی برنامه دین را تدارک دیده است و دین اون نام اون برنامه است که در زمینه های مختلف الله نیاز معنوی انسان را شناسایی کرده و برای او برنامه ریزی کرده. این برنامه فروردگار فوق العاده دقیقه، فوق العاده این باریکی ها همه چیز را الله دیده و برنامه ریزی صحیح و درست کرده است. بشر همان اندازه که به آب و نان نیاز داره، بشر همان اندازه که مریض بشه به دوا نیاز داره، بشر همان اندازه که به تنفس نیاز داره و الله اکسیژن را قرار داده در اختیار انسان تا نفس بکشه و نفس راحت هم بکشه. همان اندازه برنامه دین به اندازه کشیدن نفس و بالاتر از اون نیازه، به اندازه آب نیازه، به اندازه غذا نیازه، به اندازه همه این نیازهایی که برای جسمان الله، برای معنویت ما، برای روح ما الله تعالی برنامه را تدارک دیده است. در بخش اعتقاد انسان را به بهترین عقیده راهنمایی کرده. عقیده فاسد و از عقیده باطل و از عقیده مردود انسان را نجات داده است و راه صحیح را جلوی انسان گذاشته است. راه یکتا پرستی، خدا پرستی و اینکه الله شریک نداره، واحد لا شریکه. این خیلی مهمه، چرا که اگر شرک بیاید در اعتقاد، اعتقاد فاسد میکنه، اعتقاد باطل میکنه و ایمان نابود میکند و از بین میبرد. همین نوع اعتقاد صحیح، عمل کرده صحیح و درست،
اعمال بسیار ارزشمند را، اعمال سازنده را، اعمال که تزکیه می کنند و اصلاح می کنند الله گذاشته است. به وارستگی انسان میرسانند و به قرب خدا در زمینه اعتقاد، در زمینه عمل کرد، در زمینه اخلاق. الله تعالی به بهترین اخلاق راهنمایی کرده انسان و خلق عظیم و بهترین اخلاق را به ما راهنمایی کرده، رحمت للعالمین فرستاده است تا به بهترین اخلاق عمل بکنه و به عنوان الگو باشه برای ما و به عنوان نمونه برای ما باشد. و همچنان الله در کتاب عزیزش، در قرآن عظیم و شان بهترین اخلاق راهنمایی کرده ما را که چگونه با چه اخلاق ما زندگی بکنیم، دارای چه اخلاق حسنه باشیم. در این بخش راهنمایی موجوده. این دین به طور کلی یک برنامه عظیمه، یک برنامه کلانه، یک برنامه بزرگه برای ساختن انسان، برای هدایت انسان، برای انسان بشه، برای انسان خلیفت الله فی الارض بشه، برای که انسان بهشتی بشه و به جنت فردوس برسه، به قرب خدا برسه، منزلت انسان بالا بره. این دین الله تدارک دیده برای بشر و این نیاز معنوی انسان را هم برآورده ساخته است. حج که یکی از برنامه های بزرگه و یکی از ارکان عظیم دینه. حج مایه هدایت، حج سازنده و حج می سازه انسان. حج کلاسی است، حج درسی است، درس میده به انسان در زمینه های مختلف. درس اطاعت میده، درس فرمان برداری را میده، درس خودگذشتگی را میده، درس توحید میده، درس اخلاص میده، درس عزیزان من درس مقاومت را در مقابل باطل دشمن میده، درس مبارزه را میده که با شیاطین انسی و جنی باید چگونه ایستادگی کرد. آنجایی که حاجی ها شیطان رجم میکنند و سنگ میزنند، تعلیمی که در مقابل شیطان باید ایستاد و شیطان باید زد و طرد کرد و سنگسار کرد. آنجایی که در کنار خانه کعبه شانه تکان میدهند، آنجا درسه که در مقابل دشمن نباید تواضع کرد، فروتنی کرد. که کسانی که میخواهند دین الله را تکه پاره بکنند و دین خدا را، چراغ خدا را خاموش بکنند، در مقابلشون ایستاد. آنجایی که بین صفا و مروه حاجی ها میدوند، تعلیم به اینه که باید در راسته اطاعت پروردگار، فرمان برداری الله، عمل به شریعت، عمل به سنت بزرگان، سنت حضرت ابراهیم خلیل الله، سنت محمد رسول الله باید دوید و حرکت کرد. حج آموزنده، حج بالاترین یکی از بزرگترین ارکان دین اسلام، پایه و اساس و یک تجمع جهانی و عالمی بی‌نظیر در نوع خداش، بی‌مثل در نوع خداش و لحاظا از عبادتهای بزرگ به شمار می رود. آنانی که دارن به حج می روند، دارن به سوی الله می روند، الله همه جا موجوده، ولی آنجا عزیزان من مرکز عبادته و آنجا محل شعائر بزرگ دینه و لہذا همین نیت بکنن که ما به سوی الله می رویم. باید در الله فنا باشند، باید همه دغدغه ها، همه وسوسه ها، همه مسئله های کاری را پشت سر بگذارند و همه سو متوجه الله باشند، یک سو باشند و متوجه الله باشند و حج باشند و فرمان برداری باشند و توبه باشند و تضرع و زاری به سوی الله سبحانه و تعالی باشند.
عزیزان من، این اعمال، همه اعمال، هر عمل تاثیر خودش را داره. ولذا این احکامی که بعضی در حد رکنن، بعضی اصول دینن، اصول اعتقادیان، بعضی ارکانن و بعضی فرائض و واجباتن، هر عمل به اندازه خودش تاثیر گذاره. هر عمل هر اندازه لازمه برای ساختن انسان، برای تحولات معنوی انسان، همان اندازه در شریعت اسلام لازم قرار گرفتار. بعضی حتی در حد مستحبن، افضل و اولان، افضل هم تأثیر داره اونه که بهتره، اولا هم تأثیر داره اونه که بهتره، مستحب تأثیر داره، سنت ها تأثیر دارن و دین انسان به اندازه همین ها تفاوت میکنه. هر اندازه بیشتر به دین عمل بشه، هر اندازه دین در زندگی انسان فراتر بشه، همان اندازه فراگیرتر بشود، همان اندازه انسان به الله نزدیکتر میشه، همان اندازه قرب خدا حاصل میشه. این نیاز مهم بشر دین نیاز مهم انسانیت و بشره. ولی افسوسه که امروز بخش بزرگ از جامعه انسانی و جامعه بشری این نیاز را درک نمی کنه، به این نیاز متوجه نیست، به نیاز معنویش توجه نداره. این نقص بزرگه، عیب بزرگه. الله به حال همه من رحم بفرماید. امروز فرصت بسیار مغتنم هست و بهترین فرصتی که زائران خانه خدا جمع شدند و دیشب پرواز داشتند، امشب پرواز، فردا شب، پس فردا شب پرواز دارند و مهمان ما بسیار مهمان ارزشمند و گرامی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن امام جمعه معزز چابهار هستند که عمرشون را در خدمت دین، در خدمت نشر علم، برای خدمت به مردم دین صرف کردند و دعا کنید الله تعالی به ایشان شفای کامل عنایت کنه و تندرستی بده و این عزیز را الله تعالی عمرش را برکت عنایت کند که وجودش برای ما و ملت ما مغتنم هست و خیره. امروز فرصتی پیش آمد که ما هم نصایحشون گوش کنیم، هم پشت سر ایشان نماز بخونیم و بعد از نماز دعای خواهند فرمود انشاءالله برای من و شما و برای جامعه. بعد این فرصت که این کمک جمعوری میشه، 3-4 تا جمله عرض میکنم و اینه که توصیه بنده به عنوان یک پیش نماز خدمت شما و یک طلبه از این جامعه آن است که دین را مضبوط و محکم بگیرید. سعادت دنیا و آخرت شما با دین هست. رابطه تون را با الله، با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، با دین اسلام مضبوط و محکم کنید و نمیرید عزیزان من مگر بر دین اسلام بمیرید، بر عمل صالح، ایمان، تقوا بمیرید و تقوا را پیش بگیرید و تقوا را اختیار بکنید. نجات شما، سربلندی شما، سعادت شما با دین هست، با ایمان، با عمل صالح، با اخلاق نیک و با تقوا هست. تقوا را اختیار بکنید، اتحاد خودتون را حفظ کنید، از اختلاف پرهیز بکنید، از تفرقه دوری بکنید. اختلاف مضر برای دین و دنیا. وحدت و اتحاد و انسجام حیاتیه و بالاترین عبادت آنه که انسان از اختلاف گریز بکنه. و انشاءالله این حجاج که مشرف می شوند و ما هم اگر در خدمت همین حجاج و انشاءالله هستیم و دعای خیر از حجاج برای شما طلب میکنیم، برای استانمون، برای کشورمون، برای مسلمانان جهان و جهان اسلام. انشاءالله توی این مراسم
دعای خیر خواهد شد. از شما درخواست داریم که دعا کنید الله تعالی حج مقبول و مبرور نصیب همه حجاج بگردانه و انشاءالله هم جناب شیخ را، شیخ الحدیث را و همه ماها را انشاءالله در دعای خیر خودتون یاد کنید. اینجا عزیزمان جناب مولانا بدری و همکارانشون اینجا اساتید و علما در خدمت شما مردم عزیز هستند و جای نگرانی نیست انشاءالله و خدمت شما مردم عزیز و انجام میگیره و دعای خیر نیاز هست که انشاءالله دعای خیر بشه. الله تعالی همه ما را خاتمه به خیر بکنه. دو چیز امروز عزیزان خواستند که من بنده از شما بخواهم و برای حوزه که بیش از 1000 طلبه اینجا شبانه روزی تغذیه میشن و غذایشون اینجا است، با توجه به مشکلات و مشکلات گوشت دارن امسال و درخواست کردن از بنده که از شما درخواست بکنن که روز عید هر یک عزیز هر قربانی که اینجا کشته میشه یک رانش را به حوزه بپرستید و انشاءالله این بتوانه خدمت برای تو بهترین هم بعد گوشت شما گوشت قربانی همونی که طلاب بخورن. هر گوسفند یا شتر یا گاوه که ذبح کردید یک رانش را به حوزه بپرستید و این یک توصیه اینه فراموش نکنید و اینه به دیگران برسونید. توصیه دیگر اینه که مسجد خیلی بدهکاره و بدهکاریاش هم سنگین. روز عید هر نفر 100,000 تومان بیاره با خودش. اگر 100,000 اول اگر خیلی فقیر و تنگ دسته و نداره 50,000 تومان بیاوره و این انشالله روز عید با بهترین صدقه شما و بهترین خیرات شما آنه که خانه خدا ساخته بشه و شما شریک بشید و سهیم بشید. 2 تا درخواست بوده، این را فراموش انشالله نکنید. بقیه توصیه حضرت مولانا شیخ الحدیث که فرموده ایام عبادت است، اگر ما نتوانستیم و فرصت نبود که حضور پیدا بکنیم کنار خانه کعبه در شهرمون و خانهمون بجنبیم و حرکت بخوریم در ایام که ایام بسیار ایام بابرکت هستند و بکوشیم تا از کاروان نمانیم انشاءالله. آقا الله تعالی به شما توفیق عنایت کند و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.